سلام و عرض ادب خدمت عزیزای گل به پارت دوم پاسخ به سوالات خوش آمدین. عزیزای گل، یکی ده دوستایی که از ما سوال پرسیده بودن بعد تک تک این دوستای ما پاسخ را میکنیم، چون که این سوالات چند پارت که میشوه. علتش است که ما دوست نداریم که ویدیو طولانی شوه و همچنان ویدیو که کوتاه‌تر خیلی بهتر هست. عزیزای گل، یکی ده بچه‌هایی که پرسیده بودن در صورتی که موبایل ما یا لپتاپ ما مفقود شوه ما چیکار بکنیم؟ اگرچه که مورد را در اول ویدیو همچنان توضیحاتی را کردیم، بازم براتون تکرار میکنم. به قسمت تنظیمات شما مراجعه بکنین، روی پشتیبانگیری کلیک بکنین. ببینین عزیزای گل، آخرین پشتیبانی ما یعنی که آخرین بکاپ ما تاریخ 8/29 بوده. روی همکنون اپلود کنه کلیک میکنم. ببینین عزیزای گل، تاریخ 9/4 شد، یعنی اطلاعات ما به سرور اپلیکیشن یا فضای اپلیکیشن اپلود شد. در صورتی که این موبایل ما مفقود شوه یا اطلاعات ما یا که لپتاپ ما یا هر چیزی ما یعنی خراب شوه، من راحت میتونم از قسمت بازیابی از سرور میتونم که از این قسمت اطلاعات خدا پس دوباره بازگردانی بکنم. و سوالاتی یکی از عمده فروش های خیلی بزرگ که البته فروشات خیلی بالایی داره، به صد چند ولایت فروشات داره، از ما پرسان کرده بودن که من با زیر دستای خودم آخر ما شد یک مقدار کردیت نظر به فروشی از او ما پرداخت میکنم. یعنی خب کسایی که فروشنده کردیت کارت هستن، اگر شما متوجه شوین پالیسی های شرکت یک مدت میشه کاملا فرق کرده. یعنی در اوایل کار یک مقدار سود برای شما، یک مقدار مفاد برای شما میده. بعد از او آخر ما شد نظر به فروشات شما یک مقدار دیگه برای شما پرداخت میکنه. حالا ما به این سوال دوست ما، چون که این سوال خیلی از عزیزاست، ایرا پاسخ را میکنم. عزیزای گل، به خاطر از اینکه شما بتانید زیر مجموعه خود فروشات ماه گذشته از را با چند کلیک پیدا بکنین، خیلی راحت است. و شما مثال بگیریم، روی مشتری کلیک میکنم. با همین روشی که میگم، عزیزایی که عمده فروش های بزرگی که زیر دست خود شما مشتری دارین و یا عمده فروش هایی که در زیر دست خودتان مشتری دارین که ماهانه بر از او یک مقدار مفاد مد نظر گرفتین، اینجا راحت میتونین که از این قسمت میتونین پیدا بکنین. مثال بگیم من کاربر نعیم روی از این کاربر نعیم، چون حسابش فعلا تصفیه هست چون و فعلا تاریخ امروز 9/4 است. البته 9/4 است، تقریبا ماه گذشته پوره شده. خب تصمیم گرفتیم که فیصدی ماه گذشته از او را بر از او پرداخت بکنیم. از آن مثال بگیریم، روی سه نقطه کلیک میکنیم. اینجا گزینه های متنوعی داریم. ما گزینه مثلا پرینت داریم که از تمام فروشات مشتری پرینت میگیره، و چون که هدف ما این است که فروشات ماه گذشته مشتری را معلوم بسازیم، روی چارت مشتری کلیک میکنیم. روی چارت مشتری که کلیک کردیم، عزیزای گل، اینجا یکی ما دریافتی داریم، پولایی که از مشتری دریافت کردیم، یکی ما پرداختی داریم که یعنی چه مقدار کردیت به مشتری ارسال کردیم. روی از این کلیک میکنیم. چون برای این کار برای برنامه نعیم ما فقط از کمپانی عزیزلمر سود برش پرداخت میکنم و از ماه گذشته باید مشخص بسازم ماه گذشته چقدر فروخته. ببینین از مثلا اینجا فعلا فروشی کاربری بنام نعیم 4,20,000 است. درست است؟ چون که ماه فعلی هم همچنان از ماه فعلی ببین، اگر متوجه شوین ماه فعلی که همین ویدیو را که شما میبینین یا ما این ویدیو را ضبط میکنم 2025 ماه 9 ماه روز 4 است. درست است؟ و کاربری که مثلا شروع کرده از تاریخ 8/11 شروع کرده. روی تاریخ کلیک میکنم. مثلا
چون که فعلا ماه سپتامبر هم روز 4 است، ما تاریخ روز شروع را اول میگیرم و تاریخ ختمم 30 میگیرم. این میشه ماه گذشته. این ذخیره میکنم. ببینین قبلا 4 لک و چند بود، فعلا 3 لک و 60 هزار شد. درست است، 3 لک و 60 هزار شد. بازم یک بار دیگه تکرار میکنم، روی چارت کلیک میکنم. ببینین 4 لک 20 هزار از کمپانی عزیزمر فروخته. روی از کلیک میکنم، تاریخ شروع را، تاریخ ختم ذخیره را کلیک میکنم. 3 لک 60 هزار در ماه گذشته از کمپانی عزیزمر فروخته. حالا ما چون که تصمیم گرفتم، مثلا تصمیم دارم برای کاربر 3.4 یا 3.3 برای سود پرداخت بکنم. خب 3% از او را پیش پرداخت ارسال کردم برش و 0.3% از او را تصمیم دارم فعلا پرداخت بکنم. 3 لک 60 هزار. ببینین 3 لک 60 هزار درصد کلیک میکنم 0.3، یعنی 1080 روپه یا 1080 کردیت ما به کاربر نعیم باید ارسال بکنم تا حساب کاربر نعیم ماه گذشته از این تصحیح شود. عزیزای گل، سوالات خب به پارت بعدی هم همچنان سوالات دیگر هم پاسخ میدیم چون ویدیو طولانی نشوه و تمام ویدیو را به دقت ببینین. و اگر عزیزایی که کدام سوال شما همچنان دارین، خوشحال میشم که برای ما سوالاتتان بگوین و در ضمن که از اپلیکیشن از هر قسمتش کدام انتقادی دارین، کدام پیشنهاد دارین، حتما برای ما بگوین. ما در آپدیت‌های جدید سعی میکنیم که اپلیکیشن روز به روز بهتر شوه و هر آن مورد، هر آن نکته‌ای که با بهبود اپلیکیشن کمک میکنه برای ما بگوین. ان شاء الله در اپلیکیشن اضافه میکنیم. فعلا وقت خوش، خدا نگهدار.